خب درود هموطنان عزیز بینندگان مخلص ها و نیمکی مبارز ها، امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. امروزه در کم ترک در باره همون نام و گویم که نسب ها میخواستم صحبت کنم که ما تو امروز دم زاده ایم و دم بگیم که آویچو ایویچو و ایویچو خلاص دم روسی و دم بعضی روسی و بعضی گویم بنام امام علی تاجیکی کرده است. خدشه امام علی رحمان کرده است، زاده نیست و مردم از زاده کردگی است. همین چیزو اشتباه است، در حالتی که همون کل دپوتات ما بگیم کل با انسان های گویا که انسان های باسواد خوندگی با عقل دیپلمدار عالم های ما تا امروزه همون گویم که یک نام و نسب تاجیکی درست گویم که آماده کرده نتونستن که سر حجت ها که تا که ما واقعا هم بگیم که یک خیلی فخر کنیم داریم همین چیزه. در 30 سال رهبریش خیلی که رقص باشه، سرود باشه، جموندن باشه و غیره بگیم کارها باشه. در اصل بگیریم از نگاه من شخصا گویم که یعنی فامیلیا میگن این نسل هست. در اصل تاجیکیش در بگیریم ما که قلقمونه که خیلی کم کم هم اینترس جراحش میزیم دست کم کم اینترس هواد میکنم. قلقمونه که همون وقتی که وطنم تاجیکستان هست بگیم که برای مرا بگیم تاجیکی هم بگیم که از زبانهای مادری میشه. برای من دو مادر دارم، یکی مادری که مرا به دنیا آورده است، دیگر مادر وطن است. من دو مادر دارم. برای همون تاجیکی هم زبان برای ما بگیم که بیگانه نیست، زبانی مادری است برای مرا، مادر وطنی. اشتباه های بگیم که حکومتی ها یعنی که همین 30 ساله رحمانوف از بس که صاف نمی دنگل پنگل قل نمی احمق تراکتریست بگیم یک انسان هایی که من نمیدونست اگه انسان ها را کوراتراشون رسیه آوردن موندن یا را همون سراشون اسیله کده دون پرتوفته مثل مرغباری و تخم کده گشتیست. فامیلیا ای اصلا نسل هست. در اصل بگیریم در تاجیکیش نسل می شود، باید در ما بولوده نوشته شود. مثال گیریم نسل، از نسل کی هستی؟ مثال من خدمت میگم نسل استانه، استاناییو نمی شود، نسل استانه یعنی که ما نسلی است بابای استانه هستیم، یعنی خدمت هم خیلی حساب میکنیم. نسل استانه، نام اکمل. مثال خورسند قلاویچ ایتری نیست. نام پدر خورسند قل، نام مادر زهرا. باید درست نوشته شدنی نام و نسب و بگیم که نسل انسان در حجت ها باید حجت تاجیکی ده پره و درست نوشته شود. نسل استانه، نام اکمل، نام پدر خورسند قل، نام مادر مثال زهرا. باید درست نوشته شود. این چیز درست. ما تاجیک نیستم، لیکن بعضا حالت ها من فکر کردم هستم که همین قدر دپوتات های ما همون بنام تاجیک و بنام بگیم که دغدغه و تو بو در پاسپورت ملت تاجیک ننویسی در اونجا کار کردن ممکن نیست. در حکومت همین برانا چیکار کرده باشن؟ نمکی زاده فلان زاده از کجا گرفتین این زاده را که شما کردین؟ چی با امام علی را رحمان زاده نکردین؟ پس
ما تو امروز باور کنین دوستای عزیزم ما بسیار گپ زدن نیستم کوتاه‌تر اینکه تو امروز ما کو حداقل همو نام نسب تاجیکی که داریم که نوشته باید شوه همو را نداریم باور کنین دوستای عزیزم همو را نداریم نیممون اروسیم نیممون رحمان امام علی رحمان این نمیدونم ما کجا گرفتگی است این چی معنا داره نامی مثال گیریم نسلی کی رحمان نام امام علی نام پدر شریف جان شریف نام مادر مثال گیریم میرنبی حجت باید داخل نوشته شود سنه تولد روزی تولد سال تولد ماهی تولد حجت باید درست نوشته شود در تاجیکی که یک انسان بگیم که بفهمه خیلی ها بنویس مثال گیریم همون نسل در تاجیکیش نسل انگلیسیش در مثال همون چی میشود روسیش در فامیلیا همه چیزا بنویس نه اینکه بگیم که با سه زبان هم همون نوشته شود همون جای فامیلیا ده بالاش ده با سه زبان باید نوشته شود در تاجیکیش کلان نوشته شود در تایدگه انگلیسی و روسی مایده نوشته شود نسل استانه نسل استانه نام اکمال نام پدر فلانی نام مادر فلانی مثال سال تولد و غیره درست و پره می شود از نگاه من یعنی حجت تاجیکی پره می شود نمیدونم که زودش چی باشه از کجایی را گرفته باشن اینو این بگیم گوساله صفت ها دپوتات های ما از کجا گرفته باشن این چیزا راستی من را نمیفهمم لیکن این نگاه ما به هموطنان عزیز شاید اشتباه کنم شاید بگیم که در تاجیکی خطا کنم اکمال خلقم اگر یگان اشتباه در تاجیکی داشته باشم منظرت حضور میخوام شما که شاید غلط کرده باشم نه که از نگاه من واقعا هم همه بگیم که همه خیلی نوشته شود مثال رحمانوف امام علیش شریفویچ این روسی است این بعدین خودش خیلی تاجیکی کرده است امام علی رحمان نامعلوم است سرش در کجا کنش در کجا کدامیش نام کدامیش فامیلیا کدامیش отчество اگر با روسی بگیریم یا که نمیدونم فلانی زوده تمام چی با در حجت ها نامی او چه نوشته نمیشود چی شما دیوانه نشورین باید این چیزا نوشته شود باید تو فرزندی کی بداند یعنی پدر فلانی مادر فلانی باید نوشته شود آویچ و ایویچ و اوویچ تا بگیریم پرتاین ما از شما پیشنهادی ما باید کلی همون حکومت و بگیم که همون فرمای گوسفندی که بنام قصر سفید و تصمیم گیرنده های حکومت که هستن ما از شما خواهش میکنیم عقلتون نگرفتگی چیزا گفتن اگر برای شما این زپدلا نیست این را زپدلا ندونید بگیرین همین حجت ها را درست ترتیب بتین فامیلیا این نسل هست یعنی از نسل کیت خط از کدام نسل حساب میکنی این فامیلیا هست با روسیش فامیلیا میگن این را با تاجیکیش نسل میشود نسل ما که برای خود مثال اختیار کردیم بابای استانه را نسل استانه هستیم نسل استانه نام فلانی باید درست نوشته شود ما همه را طلب میکنیم همه را خواهش میکنیم اگر یگان جاش اشتباه باشه شما میتونید در زیر کامنت هموطنان عزیز درست کنید شما راضی هستین که مثال شما در فامیلیا ای می отчество ننویسن شما در مثال نسل که شما چی فامیلیا داره مثال حیدرویچ نسل یا که حیدرов نسل حیدر نام فلانی نام پدر فلانی نام مادر فلانی فلانیویچ نشوه باید و سال تولد سنه تولد روز تولد باید همون نوشته شود درست و پره من فکر کنم که این چیزی هست که با همون تاجیکی خودمون یعنی همون از دیگر جایها فرق کننده ما میشه فرق کننده
و پره همو یک کم ترک هم باشه همو نام نسب خودمونه و درستر میکنیم. اگر یگان اشتباه داشته باشه، یگان اشتباه گفته باشیم، یگان جوشه اگر غلط کرده باشیم باز هم میگم که قلقم سلوچاینا غلط میکنم. بعضی جوش اگر در تاجیکی غلط شده باشه بگیم منظرت برای که من یک قلقم همین راه دامی رفته استم واقعا هم همین چیز فکر کرده رفته استم چی بدر دمو زوده و نمیدونم امام علی رحمان یا که فلانی فلانی این چی است اصلا؟ نام پدر کجاست؟ نام مادر کجاست؟ این چی اشتباهات است؟ و همین فامیلیا گفتنی چیز چی میشود؟ فامیلیای نسل هست. خودت از نسل کی حساب میکنی و از کدام نسل ها اومده است؟ کی این نسل؟ همین چیزا حکومت یک جلسه بگذرونه چه میگی در سر گاو جلسه میگذرونین گاو ازاد بگیم یا اولاد بگیم گفته کو مثال گیریم یا که بگیم که اولاد نسل نباشه اولادی کی هستی اولادی فلانی نه اولاد ندرستر میگیرن نسل درسترش نسل میشوه نسل فلانی است یعنی از فلان نسل اومده ایستادی و نامت فلانی نام مادر نام پدر نام مادر و نام پدر درست نوشته شود آوی چی ویوی چی نشوه ما نه اوروسیم نه او شما ساختگی زاده ایم او را از کجا گرفتگی من نمیدونم او نادرست است واقعا نادرست است غلط است او برای اما یک دستراش نه یک جلسه کنین از شما خواهش میکنم نه مثال رستمی امام علی چی به رستم امام علی زاده نیست یا خودتون نامتون شروع کردنیم با دل خودتون رستم امام علی زاده چی به امام علی زاده نیست سوال آزاده رحمان چی به آزاده رحمان زاده نیست برای چی نیست پس بگیرین یا توغری کنین مثال گیم نسل رحمان نام آزاده یا نام رستم پدر امام علی مادر عزیزمو این درست میشوه این غلط نمیشوه تو شما نسل رحمان هستین و نامت فلانی نام پدرت امام علی نام مادرت بگیم عزیزمو بگیرین حکومت یا تصمیم بگیره بعد میبروین میگن اپوزیسیا تروریست یا اپوزیسیا از فلان جا پول میگیرن اپوزیسیا خوینای ملت هستن اپوزیسیا بدی ملت هم میخواهن اپوزیسیا دشمنی ملت هست نه ما دشمن نیستیم ما میخوایم بله بگیم که خیلی سوستر باشه خیلی یک ترتیب داشته باشه حداقل ما چیزی خدا چیزی داشته باشه همین نام نسبای ما رو همین فامیلی ها که میگیم بروسی همین را توغری کنین یک حجت ها را توغری کنین حداقل با پول کار میکنین دیدین واریانت زور های پیشنهاد زور بگیرین پارلمان دا آواز مونین و همین را توغری کنین همین نوارا در پارلمان یا برمونین بگین که پیشنهاد خوینای ملت بگین حداقل همین درست میگن همین قلق هم باشه همین توجیکی دا کم شرط کرده استود از فهمیده استود از گفته یک همین را مونین و مصلحت کنین همین را بنویسین فامیلیا وجوده میتونه که باروسیش با بنویسه مایده کده فامیلیا یا که نمیدونم با انگلیسی نه که توجیکیش کلانتر باشه نسل فلانی است یعنی از کدوم نسل این درست میشه باش ما فکر نظراتون رو بنویسین دوستای عزیزم ما یک اشتباه کرده استودم گفته نمیشه در توجیکی ها اگر معقول شده باشه برای شما بگیم همین فکر نظر اگر درست باشه از نگاه شما هم یعنی با توجیکای تازه تر باشین اگر بگیم از نگاه شما همین چیز درست باشه با اون نویسنده و ژورنالیست ها هست بعضی همین ببروین همین چیز درست باشه همین گفته ما و پیشنهاد کنیم واقعا هم بگیریم همین حجت همون درست کنیم یعنی نسل نام پدر نام مادر در حجت انسان باید باشه
اینا برادر پوتین تاجیکی توزا بدست انا بنویسینش فکر و نظراتونو و ماکسیمال همین کو تاجیکو درایی کنه خلقا دانه خلقا بهشون نمیفهمن همین را ماکسیمال در تاجیکو روی کنه همه دیدگی انسانو کو فکراتونو التماس های شما بنویسین که در زیرش درست است همین پیشنهاد در حکومت یا کینو درست شوا همین شما طرفدار هستین که همین چیز شوا یعنی در حجت های شما نسل مثال شما امروزه که مثال توش علیف هستین مثال یا که حیدر علیف هستین امروز همون چیز مثال نسل حیدر نامتون و نام پدرتون اویچ ویویچ نه نام پدرتون پورا نوشته شود نام مادر و همین نام نوشته شود همین چیز شود شما روزی هستین همین چیز ده یک ترتیبی درست شود در حجتتون بنویسینش در همون زیر کامنت رویش کنین تاجیکو ده برادرای تاجیکو همتون ببینین که من همین خلق دارم تاجیکی غلط نکردم همینجا ده غلط کرده باشیم یک جهان منظرت میخوام شما یکی ما اگر که آواز دمونین اگر آواز بگیره واقعا همین چیز درست شود و حکومت همو طلب کنیم اگه دیپوتات ما عقل ندارن ما طلب کنیم همه چیزا ترتیب بدراریم حجتمون سلامت سربلند خونتون آباد باشه پونی روز подписка поделите کو فراموش نکنید زنده باشین هموطنای عزیز